هدف از جهاد بر حق مردم ما این بود که پس از خروج نیروهای شوروی در افغانستان یک نظام به خواست ملت به میان بیاید تا نهادهای ملی و نظامی را تقویت و از آنان حفاظت کند. اما به دلیل اینکه خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بعدی داخل ساخته شد. خشونت راه حل سیاسی نیست. راه حل سیاسی ما یک موافقه همه جانبه میخواهد که در او افغانستان مستقل، مردم سالار، آزاد و دارای وحدت ملی که هر زن و مرد افغانستان، هر طفل و جوان افغانستان خود مالک از این خاک بدانه و تثبیت شد.